خدا کلتان را به کله خر یا چهرهتان را به چهره خر تبدیل کنه؟ نمیترسین؟ شیخ الحدیث عالم بسیار کلام بالاخره بعد از جستجو یک روز این خود به استاد رساند که کله استاد کله الاغ و خر است. در یک حدیث آمده که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند اما یخشى احدکم اذا رفع رأسه قبل الامام ان یجعل الله رأسه رأس حمار او یجعل صورته صورة حمار رواه البخاری و مسلم. آیا نمی ترسید شما که پیش از امامتان سجده کنین یا پیش از امامتان رکوع کنین خدا کلتان را به کله خر یا چهرهتان را به چهره خر تبدیل کنه؟ نمی ترسین؟ یعنی احتمال میره که خدا سرت را به سر خر تبدیل کنه یا چهرت را به چهره چی؟ خر تبدیل کنه. این حدیث معنی داره، یکی که بله اما تو خدا سرت را به سر خر تبدیل میکنه. یک محدث قصهش را آوردن در شروحات حدیث، در حاشیه مشکات هم آورده که یک محدث پشت پرده درس میگفت، شیخ الحدیث عالم بسیار کلام، با شاگردا همیشه پشت پرده درس میخواندن. یک شاگرد باز جویای احوال ازی شد، گفت که خب چرا ما هم استاد خود نبینیم؟ استاد خود نشان نمیداد. بالاخره بعد از جستجو یک روز این خود به استاد رساند به نحوی، دید که کله استاد کله الاغ و خر است. خب گفت چرا این گفت ما این همی حدیث را میخواندیم، اما وقتی که این حدیث خوانده بودم ما یک کمی شک در دل ما پیدا شده بود که آیا از نماز از امام جلو رفتن کله تبدیل به سر خر میشه؟ میگه خدا سر مرا تبدیل به سر خر کرد. این گپ خروز هم به شما خواندیم که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه را قصهش است. حضرت عبدالله ابن مسعود گفته که لو استهزأت الکلب لخشیت ان اکون کلبا، اگر من سگ را مسخره کنم میترسم که خدا مرا تبدیل به سگ نکنه. اگر سگ را مسخره کنم میترسم که خدا مرا تبدیل به چی نکنه؟ سگ نکنه. احتمالاً. و یک معنیش این که یعنی کسی که امی هوش سجده و رکوع نماز را نداره، یک معناش هم است که خدا واقعا او را تبدیل به خر میکنه او را. یک معناش هم است که شما اگر فکرتون باشه بدترین حیوان، قرآن هم میفرماید ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین صدا صدای الاغ و خر. خر هر وقت میگن خروس از آن داد، ملائکه را میبینه، در حدیث آمده هر وقت که خر صدا کرد شیطان را میبینه. خر که عربده میکشه شیطان را میبینه، خروس که صدا میکنه ملائکه ها را میبینه. رسول الله گفتن لا تسبوا الدیک، خروس دو نتین یگان وقتی، فانها توقظ للصلاه، چون اینا ملائکه ها را میبینه باز شما را به نماز بالا میکنه از آن که میگه. یعنی رسول الله گفتن کسی که می نمازش برابر نیست، امی قانون ترافیکی را در صف نماز و مسجد مراعات نمیکنه، او خر است، یعنی الاغ است. عقلش خردش دنگ است، عقل الاغ، عقل خر است. کسی که نماز را یاد نگرفته دیگه او عقل او فکر او به درد هیچ چی نمیخوره. وقتی نماز را خوب یاد نداره دیگه به درد هیچ چی نمیخوره. معناش همیست. میگه وقتی که شما امی قضای حاجت گرفته و تو را به تنگنا و مضیقه قرار داده، حالی دویده میای، بعضی تو میگن بیاین همین نماز بخونیم خود راحت کنیم که باز چی میشه؟ باز وضو میشکنه. یعنی زودتر به وضوی تنگ نماز خوانده خلاص کنیم بعد باز به قضای حاجت میریم. رسول الله گفتن وقتی تو را قضای حاجت گرفته نماز خواندنت مکروه، کار ناپسند و بدی است، برو خوب وضو گرفته نماز بخوان. یا طعام و غذا حاضر است، دود و بوی غذا بلند شده، تو نماز میخوانی، این کار بدی است. یعنی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتن که این که غذای من نماز باشه بهتره که نماز من غذا باشه. یعنی چی؟ سر نماز باشم،
فکرم به طرف غذا باشه، از این کده سر غذا باشم فکرم به طرف چی شوه؟ نماز باشه، او بهتره به من. اما نانی که فکرم فکر نماز باشه خوبه از نمازی که فکرم فکر نان باشه. یعنی معناش همیست که با یک سویی نماز خواندن. نماز معناش وقتی وارد مسجد شدی در صف نماز یک سو خود یک طرفه کنی، موبایلا را گل کنید، به سکوت بمانین، این نیم ساعت قربانی بیتین و این وقت قربان کنین، بالاخره مناجات و راز و نیاز با الله کنین. مرا غرض نماز آن بود که یک ساعت غم فراق تو را با تو راز بگذارم، وگرنه این چه نمازی است که هر ساعت نشسته روی به محراب و دل به بازارم.